درود فراوان به فالوورای عزیزم. دوستان، به خاطر پیچای سرسیلندی که بهتون گفته بودم روز سه‌شنبه براتون میذارم، امروز اومدم یه پست گذاشتم که بهتون بگم چرا واشر میسوزه. ببینیم واشر سرسیلندی که میبینید اینجا دوستان، به خاطر اینه که سرسیلند شما روی این واشر رو خوب فشرده نمیکنه و از ما بین سرسیلند و سیلند و واشر آب رد میکنه و سرسیلند شما رو دیدی بهتون میگن کرمو شده. فقط به خاطر اینه که این پیچای سرسیلند سفت نمیشه. عزیزان ببین، پیچ سرسیلند زمانی که میره تو سیلند، اون پایین اون رزوه ها نمیذاره وقتی تمیز نباشه این پیچ سفت بشه. پیچ چی میشه؟ پیچ به این حد که رسید، از این بالا که سفت میکنی پایین سفت نمیشه و باعث میشه از این پایین بریده بشه، یعنی پیچ چرخیده میشه و پایین نمیچرخه. حالا دوستان، من واقعیتش خیلی چیزا هست در مورد سرسیلند که بخوام، منتها وقت کمه. سوراخ‌های سرسیلند وقتی که پر میشه، کیپ میشه، آبرسانی ضعیف میشه، یا سیلند شما جرم که میگیره، آبی که مثلا بر فرض مثال میگم 6 لیتر آب باید جا بگیره تو سیلند، 4 لیتر جا میگیره، همش به خاطر اون جرمایی که تو سیلند هست. خب بعد از اون دوستان، این پیچ سرسیلندی که دیدید پس نمیتونه سرسیلند ما رو صفر کنه. من یه کاری میکنم، فردا نشونتون میدم، زیادم دیگه از من توضیح نخواین، فردا نشونتون میدم که چیکار کنید، دیگه واشر نزنید. دوستتون دارم.